امروز اگر این برق نباشد شما صدای مرا به راحتی نمیتوانید بشنوید، چون این مایک فعال نمی شود. به راحتی نمیتوانیم اینجا بنشینیم چون این پنکه نمیچرخد و شهرک های صنعتی از کار می افتد، کارخانه ها و کارهای تجارتی لک می شود. با هم دیگر نمیتوانیم در تماس بشویم چون دیگر نمیتوانیم موبایل خود را چارج کنیم. در خانه خود نمیتوانیم راحت بخوابیم، باید به تاریکی زندگی کنیم. حالا عادت کردیم، کل دنیا عادت کرده با این برق. پس این نعمت است، باید متوجه این نعمت باشیم که در این نعمت هم اسراف نشود. خود را عادت بدهیم، به اولادها خود بفهمانیم که اگر در خانه یک گروپ اضافه روشن هست خاموش کن، اگر کولر اضافه روشن هست باید خاموش بشود و غیره موضوعات را یادآوری کنیم. امروز میبینیم در کوچه و بازار که چقدر در تالارها، در بازارها برقهای روشن هست که نیازی نیست، ضرورتی نیست. در هر گوشه یک گروپی که روشن باشد کفایت میکند و انسانها پیش پای خود را میبینند. پس متوجه موضوع برق باشیم که این هم نعمت هست. از برق مهمتر مسئله آب هست که آب مایه حیات گفته شده. اگر آب نباشد زندگی نیست. متوجه این نعمت الهی باشیم. آب چنان نعمت بزرگ است که زندگی تمام موجودات زنده به وسیله آب حفظ می شود. اینقدر مهم است. مسئله آب چنان مهم است که زندگی تمام موجودات زنده به وسیله آب حفاظت می شود.